رو اگر پیگیری بکنید می‌بینیم کجا رفتن. اینا رفتن اکثرشون یه چیزی درست کردن به اسم اتحاد چپ، چون نظرشون این بود که چپی‌ها باید حداقل دور هم دیگه جمع بشن. چرا؟ چون داشتن همون تجربه کار کنفدراسیونشون می‌خواستن در ایران دنبال بکنن. بعد رفتن در جبهه دموکراتیک ملی. جبهه دموکراتیک ملی جریانی بسیار مهمی بود که بهش زیاد توجه نشده. سال اول انقلاب با این دید تشکیل شد که هم جبهه ملی باشه، یعنی جریانی که ملیگرا بودن و یا میتونید بهشون بگیم بخش لیبرال اپوزیسیون، لیبرال و سکولار لایک رو، به اضافه بخشی از چپ که میخواست با این یکی جریان کار بکنه دور هم دیگه جمع بزنه و مقابل جریانی که به شدت داشت میامد جلو و میخواست که جمهوری اسلامی به ولایت فقیهی ایجاد بکنه مقاومت بکنه. و سال اول انقلاب مقاومت موثر و بسیار گسترده‌ای کرد، تظاهرات بسیار بزرگی گذاشت و خود منم تا حدی درش درگیر بودم و چون فکر می‌کنم این دیدگاه درسته، باید جریاناتی که چپی‌ها باید با هم دیگه همکاری بکنن و چپی‌ها باید با جریانات لیبرال و سکولار و ناسیونالیست همکاری بکنن و جلوی یه جریان شبه فاشیستی که داره میاد و بعداً هم گردن همه ما رو خواهد زد باید جلوی این وایساد. این جایی بود که اکثر فعالین و به اصطلاح سابق دارای کنفدراسیون جمع شده بودن و به نظر من درست داشتن جمع‌بندی کرده بودن از حالت کنفدراسیونیشون. حالا این شکست خورد. اینی که شکست خورد الزاماً نتیجه اینی که سیاستی که این افراد در پیش گرفته بودن نبود. سر شما اگه بخواید اونطور فکر کنید باید هر جایی که شکست خورد بنابراین تقصیر خودش بوده، هر جایی که موفق شد بنابراین باید استراتژی درستی بشه. اینطوری نمیشه برخورد کرد. این مقدار زیادی از چپ ایران اشتباه بزرگی کرد، یعنی یه جریان فاشیستی رو با یه جریان ضد امپریالیسم مخلوط کرد و رفت پشتش و بعد اون جریان گردن خودش هم زد. ولی همه چپ ایران اون نبودن و یه بخش زیادی از رهبران کنفدراسیون در اون نبودن. من فکر می‌کنم که وقتم تمومه و بقیه صحبت رو می‌تونیم در گفتگو انجام بدیم.